عزیزان و دوستان من، هرچی که از حالات میاد از جانب الله تبارک و تعالی هستن و همونطوری که خداوند متعال خالق تمام اشیا هست، اشیایی که در زمین و اشیایی که در آسمان و اشیایی که در تمام عالم هستن، خالق اینها هست. همونطور الله تعالی خالق حالات هست، یعنی خالق خوشی ها و غم ها و سختی ها و خوبی ها، همه چیزها در دست الله تبارک و تعالی هست. مسئله ای که الان مطرح میخوام بکنم مربوط به دستگیری من هست که خب طبق تقدیر الهی و فیصله الله تعالی چند صباح اینجا این آب و این نان برای من مقدر شده که باید بخورم و اینجا باشم و فضل خدا را و شکر الله را میکنم بر این که الله تعالی از دیگه بدیها و دیگه چیزها ما را حفاظت کرد.